داداش چرا پنچر میکنن دیگه؟ صبر کن متی. آره همین موتور سفیده. چیکار می‌کنی؟ بلند شو. موتور شماست؟ آره موتور منه. داداش به تو چه؟ داداشم گفته پنچرش کنم. داداشت گو خورده گفته. این طرز حرف زدن درست نیست. همینه که هست. من داشت چی شده؟ نمیدونم میگه داداشت گو خورده گفته پنچرش کنم. پنچر کن داشت برای خودت. این کش باد میزنه. میری باد میزنی؟ آره داشت. مشکل نداره؟ نداشت من باد میزنم. بچه کجایی؟ بچه کودشتم. از چای کودششم. سلام خوبی؟ حاجی من گنده اینجا رو میشناسید؟ دعوام شده با گنده اینجا. گنده‌تون کجاست؟ میخوام باش. من دعوام شده. من بچه تهرانم. حالا اینا رو ولش کن. با گنده اینجا دعوام شده. تهرانی با گنده‌ای کرج دعوا. آره. به سیست نمیخوره. به سیست من نمیخوره. به سیست من که بیام پایین. یه دقیقه اما میشه پلنشی اخواب بریم یه دقیقه پایین. شو باشه یه دقیقه بریم پایین. گنده اینجا رو ندیدی شما؟ سلام. چی شده؟ من بنده خدا خواب بود نشید داشتی چیا میگفتی خدا رو شکار. من دعوام شده بود. بخوام میخوام شما اذیت نکنید. حالا خودمون سوالشون داشت دنبال کی؟ من دنبال چیزم نمیدونم گفت چی شده؟ داستان چی بزن من اینو قرار میام بهتون. بیا اینجا. کجا بریم دیگه. وایسا بابا بیا اینجا بابا داداش دوربین مخفیه. داداش چپ چرا نگاه میکنی به من؟ میگم چپ چرا نگاه میکنی به من؟ چپ داشتی نگاه میکردی دیگه. دنبال چی؟ میگم برای چی به من؟ حساب ندارم. بابا گاز بده که قوی میگم. میگم چرا داری به من اینجوری نگاه میکنی؟ حالا داستانی ببین من به گنده طرفم چپ داداش چه دقیقه میشه بیدرسی داداش؟ چیه؟ داداش من چرا چپ نگاه میکنی به من؟ داداش این چیه؟ حل شد داداش. با حل چی شد؟ خب چرا به من نگاه میکردی؟ چپ صدا. چرا وایسا خود تو گم با یه دقیقه وایسا. آقا سلام خوبی؟ ببین من یه دونه آدرس میخواستم برم پارک فردیس. عصبی هم فقط یه ذره. زود بهم آدرس بده میخوام برم. نه بذار بگم و ولش کن. میگم زود بهم آدرس رو بده. آدرس بده. عصبی هستی برو. آدرس بده. نمیدم میخوای چیکار کنی؟ آدرس بده. بیا پایین بده آدرس بده. بیام پایین بهم آدرس بدی. بیا پایین. همون یه دقیقه میشه بلنشی با هم بریم آدرس بگیریم از این بنده. چی شده بابا؟ پل پردیس میدون اول نه. درسته. میدون دوم میشه سمت اتوبان نوشته پردیس. دست در نکنه. فقط یه لحظه میشه وایسین.